نه تنها خودی ملا ظهور شاعر هستند، دادرشان ملا یوسف طاهری یک شاعر بسیار خوبی هستند. دیروز به من کتابشان آوردن، یک کتاب خوب بسیار شعرهای خواندنی و دلپسند دارد. من اون کتاب خواندم، برایشان مبارکباد میکنم و حالا مرحمت نوبت آفرین 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 آفرین، نسخه و اصلش برابر. آفرین. شما از اون طرفش دارید، از این طرفش دارید، دو صورت گرد گرستن صورت گرست. بابایم مولا ظهور، عجایب طبیب زور، آبروشان بیرفته از پتخین تا شرقی دور، سینه‌شان شد به 70 میدوند مثالی باد، نزد آن کس میآیند روز صدها کار افتاد، حالا هم چست و چالاک، هم خاکسار و هم بباک، از همه میوه ها دوست می‌دارند سیب و ناب. بابایم مولا ظهور تا صد رسند به حضور، تا جشن 100 سالگی شادی کنند و حضور. رحمتی کلام استاد ارجمند و عزیز، همه مهمان‌هایی که با این روز مراد اکوی من هم اکو هم حکمی پس از پدری دارم، خوش آمدید. نوری دیده تاج سر میگویم. البته من از اون افتخار دارم که مادام که حاج بابا سخن رو آغاز کردن یا که شاعر خلق تاجیکستان، البته افتخاری ما بود که یعنی که برادری من در جامعه مفقه خود رو یافتند. ای چشمه با مشکلی رهد یافته، یک عمر رهی مراد خود کافته، حیران تویم که با چنین نرم دلی چون سینه سنگ خاره بشکافته. خیال میکنم که برادری من این کس چشمه هستند که اگر از یکان طرف خواهی که پناه کنی باز از جای دیگر زده میبرم. در سیمای مادام یک چشمه های کوهستان رو میبینم و مادام که استاد همچون شاعر معرفی کردن، من هم در پیش شاعران بزرگ شعر گفتنم ضروریت نیست، لیکن میخوام یک عرض دلی خودم رو البته گویم نسبت برادرم. خوشدل شوی ز دیدن دیدار طاهری، داروی درد دل بود گفتار طاهری، بحر فراغتت اگر بر پتکینش روی، قایل شوی به همت و کردار طاهری. ملا ظهور نامشو بخشد به کس حضور، به هیچ شهبه میکنی اقرار طاهری. هر یک تبابتش به کس حتما کند اثر، جاوید بود به علم طب آثار طاهری. هم با گل و گیاه ها درمان کند تو را، درمان بود به درد نیز اشعار طاهری. از هر کتابی او رسد نور به چشم دل، تنصیحتی است درهم و دینار طاهری. بر دوش او طبابت بیمارها بود، خواهم رسد به منزلی خود بار طاهری. 70 سال دیگرش بخش خدای پاک، اوج براری نو به نو بر کار طاهری. دوستان عزیز و ارجمند، من برای همه شما هم برای استاد بزرگوار از نام هلالی بزرگوار گفتنی هستم. مردم از آن علم که نمردم برای تو، برای همه شما. ای خاک بر سرم که نگشتم خاک پای تو، گر اختیاری مرگ به دستم دهد قضا، روز 1000 بار بمیرم برای تو، برای همه شما. 100 ساله شود اکای آزاده ما، هم صحبت و هم نشین و هم جاده ما. بینگر به سری بلند و روی سرخش، چشم نرسد بین خدا داده ما.
چند مصرع از استاد خطبه کرام که در ستایش ملا ظهور گفتند به یاد بیارم که میگویم خیلی خوب و خیلی عالی گفتند. طاهری را ظهور میزیبد، دل همچون بلور میزیبد، دیده روشنی چو آب روان، نور بالای نور میزیبد. در همین سان بلندی اخلاص کتبیان را حضور میزیبد. خلق نیکوی دلشناسان را بخت و اقبال زور میزیبد.